درود، حالتون چطوره؟ امیر سلینگم و همتون خوش اومدید به این ویدیو. امروز توی این ویدیو میخوام راجع به سامر اسلم 2026 و اتفاقاتش صحبت کنم و نظرمو بگم که این رویداد یه مسابقه خیلی خیلی بزرگ هم بین رومن رینز و ست رولینز داشت. بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. مثل همیشه بزن بریم. اول یه سری به شب اول سامر اسلم بزنیم و بعد به سراغ شب دومش هم میایم. اولین مچی که میخوام راجع بهش صحبت کنم مچ سی ام پانک مقابل کودی روزه که خیلی ها واسه این مسابقه هایپ بودن و انتظار هیلترن داشتن و خلاصه مدت ها منتظر این مچ بودن و من واقعا از این مچ خوشم نمیاد و به نظرم حوصله سربر بود و پر از سوتی هم بود. یعنی سی ام پانک میخواست مونسالت بزنه، سوتی داده و حالا خیلی سوتی های دیگه. مهمترین بخش مسابقه هم جایی بود که کودی روز میخواست کودی کاتر بزنه و پانک جا خالی داد و خورد به داور و جفتشون رو هم دیگه فینیشر زدن و زمانی که کودی میخواست کاور کنه پانک رینگو ترک کرد و داوری هم نبود که بشماره. همون لحظه رندی اورتون بعد از چند ماه برمیگرده و یار که یا به کودی میزنه و کارو واسه پانک در میاره و پانک فینیشر میزنه و کارو تموم میکنه و قهرمان آندسپیوتد باقی میمونه و احتمالا کودی بالاخره از تایتل دبلیو دور بشه و به سراغ درگیریش با رندی اورتون بره. مسابقه بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم مسابقه بین نیک آلدیس مقابل گانتر. مسابقه‌ای که خیلی انتظار داشتن حتی اسکواش مچ بشه به نفع گانتر، اما مسابقه نسبتا اوکی بود. نیک آلدیس بعد از سالها تورینگ دبل مسابقه داد که در نهایت گانتر کاری کرد که نیک آلدیس تپ اوت کنه و حس میکنم این اولین و آخرین مسابقه نیک توی دبلیو بود و خوشحالم از برد گانتر که بالاخره موفق شد یه برد به دست بیاره بعد از این همه شکست. بلادلاین مقابل تیم سولو سیکوا الینایت و رویسکیز قرار گرفت که برخلاف انتظارات وقتی هممون انتظار داشتیم که بلادلاین این مسابقه رو ببره، تیم سولو برنده این مسابقه بود و الینایت تونست جی اوسو رو پین کنه و برنده این مسابقه تیم سولو سیکوا بود و چقدرم خود سولو از مردم ریاکشن مثبت میگرفت و خودم این کاراکتر سولو رو خیلی دوست دارم. بعد از مسابقه هم الینایت و سولو همدیگه رو بغل کردن. حالا بعد ببینیم در آینده چی میشه و کدومشون قراره چالنجر رومن رینز باشه، ولی من حس میکنم آخرش سولو میاد به بلادلاین. آخرین مسابقه از شب اول که میخوام راجع بهش صحبت کنم مسابقه بین اوبا فمی و براک لزنر بود. مسابقه‌ای که هل این سل مچ هم بود و کلا 15-16 دقیقه بود اما حرکات جالبی توش دیدیم. اوبا فمی فینیشر خودش یعنی پاور بامب خودش رو زد و براک لزنر کیک اوت کرد و فکر کنم براک لزنر اولین نفری بود تو مین راستر که این فینیشر رو کیک اوت میکنه و بعدش هم به سبک آندرتیکر بلند شد و 3 تا F5 به اوبا فمی زد اما اوبا باز هم تسلیم نشد. براک لزنر کفرینگو کند و رو چوب به سبک آندرتیکر به اوبافمی تومستون پال درایور زد و همون جوری هم کاورش کرد و باز هم با آندرتیکر رفرنس زد اما اوبا باز هم تسلیم بشه نبود و در نهایت اوبا یه پاور بامب دیگه زد به براک و کارش رو تموم کرد. به نظرم براک باز هم یکم آبکی باخت. خیلی دوست داشتم براکی که میخواد ببازه یکم سنگین‌تر ببازه و کاش اوبا جای اینکه پاور بامب و کف رینگ بزد کف چوب بزد و کار براک رو تموم بکرد و بعد از مسابقه هم براک اوبا رو بغل کرد و اونو آینده کمپانی خوند و این احتمالاً آخرین مسابقه براک لزنر توی دبلیو رسلینگ باشه و بعد از مسابقه هم مایکل کول گفت این آخرین باریه که براک رو توی رینگ می‌بینیم. میریم به شب دوم سامر اسلم و مسابقه بین سمی زین و فین بلر سر این که برنده نمبر 1 کنتندر کمربند دبلیو چمپیونشیپ که دست پانک بشه. جفتشون وارد شدن اما قبل از اینکه مسابقه شروع بشه نیک آلدیس اومد و گانتر رو به عنوان نفر سوم وارد این مسابقه کرد و اونجا گفتیم دیگه تموم، نه فین قراره پوش بگیره نه سمی و گانتر قراره دوباره چالنجر پانک بشه. اما نیک کوین اوونز هم معرفی کرد و کوین اوونز بعد از 1 سال خورده‌ای برگشت و به این مسابقه اضافه شد و چقدر خوشحال شدم از برگشت کوین. دلم واقعا واسش تنگ شده بود که توی این مسابقه مومنت های جذابی داشتیم مثل اینکه کوین سمی رو بغل کرد و بعدش با هم دیگه هم درگیر شدن و در نهایت کوین با زدن استانر خودش روی سمی زین کارو تموم کرد و سمی رو پین کرد و خیلی ناراحت بودن که چرا فین بلر پوش نگرفت دوباره، ولی به نظرم کار منطقی بود چون اگه فین برفت جلوی پانک بازم میباخت و فین فعلا پین نشد و سیف نگهش داشتن و چقدر دوست دارم که کوین بتونه تایتل رو از پانک بگیره و برای دومین بار قهرمان جهان بشه.
دو تا مسابقه واسه کمربندهای درجه 2 داشتیم که یکیش مسابقه کوربین مقابل تریک ویلیامز بود که من انتظار میدادم تریک این مسابقه رو ببره، با اینکه تایتل خودش رو کاستوم کرده بود و اینا، حس میکردم تایتل اینا طولانی قرار داشته باشه، اما کوربین برنده این مسابقه بود و بعد از حدود فکر کنم 9 سال برای بار دوم قهرمان یونایتد استیتس شد. یه مسابقه دیگه هم مسابقه پنتا مقابل چد گیبل بود که به نظرم مسابقه خوبی بود و من این مسابقه رو دوست داشتم و پنتا بعد از ماه‌ها کمربند خودش رو به چد گیبل باخت و چد بعد از سالها به حق خودش رسید توی دویدبی و واقعا واسه چد خوشحال شدم که بالاخره تونست قهرمان بشه. و در نهایت میرسیم به اصل کار، مسابقه بین رومن رینز و ست فریکن رالنز سر کمربند سنگین وزن. اول ست رولنز با تم شیلد و تم خودش ترکیبی وارد شد و ماسک شیلد هم زده بود ست، و بعد هم رومن رینز وارد شد و مسابقه بین این دو نفر شروع شد که مسابقه هم پر از رفرنس به شیلد بود. اول رومنز به یاد شیلد روی میز به سترونیز پاور بامب زد و سترونیز روی اون یکی میز حرکت رومنز رو تکرار کرد و باز هم پاور بامب زد و توی پاور بامب های به سبک شیلد روی میز برابر شدن این دو نفر. جفتشون به همدیگه فینیشرهاشون رو زدن اما هیچ کدوم تسلیم بشون نبودن و رسیدیم به جایی که سترولینز به سبک دین امروز کلوز ناین زد و یه رفرنسی به هی زد و وقتی میخواست دیرتی دیز یعنی فینیشر دین رو بزنه، رومن بدل کرد و خودش به سترولینز دیرتی دیز زد. بعدش رومنز میخواست اسپیر به ست رولینز بزنه اما ست جا خالی داد و اسپیر رومنز به داور خورد و بعد ست رولینز صندلی رو تا یه بار دیگه به سبک شیلد با صندلی بزنه تو کمر رومن، اما رومنز فهمید و ست رولینز رو زد و موقعیت برعکس شد. حالا رومنز کسی بود که میتونست با صندلی بزنه تو کمر ست، اما رومن این کارو نکرد و صندلی رو انداخت دور و شاید نشون میدادی که دیگه شیلد رو فراموش کرده و مثل قدیم نمیناله از اینکه حالا ست بهش خیانت کرد و صندلی رو انداخت دور و رسیدیم به جایی که ست رولینز میخواست سوپر کورب استامپ خودش رو بزنه اما رومن بدل کرد و به ست تا اسپیر زد و بعد از آخرین اسپیر ستو کاور کرد و کارو تموم کرد و رومنز قهرمان جهان باقی موند. و بعد از مچ جفتشون به همدیگه نگاه کردن و مشتشون رو کنار هم گذاشتن به یاد شیلد و یه ماسک هم گذاشتن پایین پاشون به یاد دین امروزی که توی دویدبی نیست و من واقعا از این مسابقه لذت بردم و اشکم واقعا در اومد. دم جفتشون گرم و در کلم سامرسلم متوسطی بود به نظرم. من شب دومو خیلی بیشتر دوست داشتم و این هم بود از این ویدیو. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید و بدرود.